میچسبی به ماشین، میچسبی. به به. امروز اومدیم با هیولای آلمانی BM M8 کامپتیشن. انجین این ماشین رو میبینید که انجین 8 سیلندر 4.4 لیتری داره با 625 اسب بخار قدرت و 750 نیوتن متر گشتاور. گیربکس این ماشین یک گیربکس 8 سرعته اتوماتیک که سرعت 0 تا 100 این ماشین رو به 3 ثانیه میرسونه. توی قسمت های زیادی این ماشین از کربن فایبر استفاده شده. توی این قسمت های جلو کاملا از کربن فایبر استفاده شده. همینطور توی این قسمت بغل که ما فکر میکنیم سوراخه ولی هیچ سوراخی اینجا وجود نداره. همینطور این قسمت روی آینه فایبر کار شده، همینطور روی سقف ماشین و همینطور در پشت ماشین. همینطور این قسمت که کربن فایبر باز کار شده و همینطور اینجا و توی اگزوز که کاملا کربن فایبره. توی ماشین هم قسمت هایش باز کربن فایبره که بهتون نشون میدیم در ادامه. کربن کور به چه معناست؟ این ماشین توی قسمت های زیادیش از کربن فایبر استفاده کرده. توی فرمون، توی پدل شیفتر، توی داشبورد این قسمت و همینطور که میبینید توی سقف هیچ سانروفی وجود نداره به علت اینکه سقف این ماشین فول کربن فایبره. توی این ماشین ما 3 تا مود رانندگی داریم. رود که اون حالت کامفورت که روزانه شما میتونید ازش استفاده کنید، حالت اسپورت و همینطور حالت ترک. به غیر از اینا باز 2 تا دکمه اینجا داریم روی فرمون M1 و M2. وقتی دکمه M2 رو می کلا این ماشین به حالت اسپورت و ترک در میاد که شامل انجین، کمک فنرها و همینطور فرمون ماشین. علاوه بر اینها این ماشین برک یا همون نوع ترمزگیریش هم فرقه، یعنی حالت کامفورت، اسپورت و ترک داریم که نحوه ترمزگیری این ماشین خیلی فرق میکنه. علاوه بر اینها این ماشین فور ویل درایو، یعنی فور ویل درایو به معنی آفرود نیست، 4 چرخ همزمان میچرخه. میتونید اونو تنظیم کنید که قدرت ماشین کلا روی ویل عقب باشه، ولی به علت اینکه این ماشین پاور خیلی بالایی داره بهتره که روی همون حالت آل تایم درایو یا فور ویل درایو باشه. میچسبی به ماشین، میچسبی. به به. حالا روی ماشین رو حالت ترک مود یه تست ازش بگیریم. هیولای بیشاخدم BM. به به. این ماشین فوق العاده است، غوغا میکنه.